ونگه ای رو باب جان نه خلف سبز این آقای آزادی دامگداره دورنو میومد پیش دست مردم. این گندماشو ما میدیم اینا، نه محیط زیست میدن نه هیچ ارگان دیگه. میگه شما دارید پرنده قاچاق میکنید. پرنده قاچاق کردن من کجا بود؟ قتلا کو بابا الان قصدانگاه برید کشتارگاه 50 تا 100 تا گوسفند میگیرن سرش میبرن. این گناه نیست؟ اگه ما نخواهیم تالاب آب ببندیم، ما نخواهیم زمینامون آب بیفته، تالاب باقی نمیمونه. تو زمین ملک منه. من اصلا وای میستم جوابتون رو میدم. ما رسالتمون فرهنگسازی کردنه. پیش رادیو میشینم داره آبروی فیدوگرر میبره، پیش تلویزیون میشینم داره آبروی آقا به چه جرمی؟ گناهی من چیه؟ جایی که پرنده ها میان و بیش از نصف اینا سید میشن، به نظر شما جای امنیه؟ یعنی از هر 4 میلیون پرنده که میان 2 میلیون سید میشه اینجا. شما این پرنده ها رو میخریدی؟ من امروز شب اینا راه میکردم دیگه. آره آفرین اینا ضد این منطقه هستن، مخالف این منطقه هستن. الان شما اینو لمس کنی، این گوشش دست میزنم، ببین این گوشش قلب. خوبم خیلی خوبم، عصبانی میشن دو میده میمیزن تو جا. میخواید من تلفن بزنم ایشون بیاد؟ ببخشید خسته نباشید.